Assalomu alaykum mehmonon aziz, modari mehribon. Albatta agar یک چیز به خاطرم آمد از استاد لایق، گرچه من در بزم بزرگان کودکی گهواره‌ام، حالا زبانم بتون وجودم لرزیده ایستاده است که در چنین یک بزمی پرحشمت مادری عزیز را تبریک گفته ایستاده‌ایم. دوستان، من با کمال باور دارم که هر یک فردی در این جشن اشتراک کرده ایستاده از ته دل سخنهای بهترین خود را به وصف این شب و این روز مبارک گفتنی هستند و من همچون یک اشتراکچی این بزم سخن گفتنم از همین خودم رو بسیار شاد حس کرده ایستادم که در سمرقند عزیز ما، در سمرقند کهن، آوازی استاد جوربک مرادوف امشب با شرافت مادر عزیز که 80 ساله شدند تنین انداز است. از کوچه گذاشتیم که ما کمتر دیر موندیم، همین خیلی اومدم گمان کردم که در این جشن استاد حضور دارم. با همین نیت من چند سال پیش، سال 2003 در یک بزمی این عائله اشتراک نموده با وصف مادر یک تهنیت کرده بودم. تهنیتم از اون عبارت بود که همون بزم بخشیده به جشن مچلتوی نبیره مادر بود. همین خیلی نیت کرده من 12 دانه کتابی استاد لایق شیرعلی را در این بزم آورده نیت کردم که از نام مادر، دستی دعای مادر و 12 نفر ما تحفه میکنیم. بعد از این دویم جشن همین عائله اشتراک داشتم و روزی خرسندی توی 50 سالگی توی نیم عصره دوست عزیزم شوکت جان 50 عدد دستی دعای مادری استاد لایق شیرعلی را هدیه کردم. 62 نفر مهمانان عزیز از این کتاب تحفه گرفتم. امروز همون روز من نیت کرده در ثبتش هست به فکرم همون بزم اگر تماشا کنن اونجا گفته بودیم که مادر 100 بدارند و 12 نه. همون یک چیزی دقتی من جلب کردگی بود که نیورشون 12 ساله شد مچلتوی کرد. همین کتاب در تیپوگرافی جفتینی شهری کیف که من اونجا تحصیل گرفته بودم، یک رفیق هم اومدن هیچ سهمی من برای کتاب نیست لیکن از همون شهر کیف و دوشنبه روان کردن اشتراک کرده بودم. 50 عدد شوکت جان و دادیم. 62 تا همونجا نیت کردم که مادری عزیز 100 ساله شوندو من از همین کتاب 100 دانه بیارم. حالا 62 تا شد، من 80 تا کده 142 تا شد. خدا خواهد نصیب باشد باز یک تهنیت دارم که مادر عزیز 100 ساله شوند و 100 دانه بیارم. 80 نفر مهمانان عزیز که در این بزم اشتراک دارند از این کتاب میگیرن 80 دانه. باز خدا از خدای تعالی بسیار خواهش میکنم هر سر وقتی نمازی بامداد
از خدا آرزو میکنم که مادر عزیز 100 ساله شوند و همین روز نصیب ما گرداند. همین بچه‌های خدمت کرده بود که ارکین بابا با 100 کتاب آوردن. دوستان عزیز، باز از آن چیز فخر میکنم که این بزم عادی نیست. کم که خودم با آمدم اکنون سخنم با فکرم سال بلندتر شد. خودم استوار حس کردم، چون که بعد از صدای استاد مرادوف سخن گفتن دشوار. بعد از آن که شرافت بانو، من شرافت بانو گفتم میکرد بسیار جوان ولی ایتیمولوگ عیب میشد. همین خیلی من 30 سال پیش آرزو میکردم که یگان روز من نصیب کردگی باشد که همین برنده رنگی کمان در توشکن رفته واخرم و از نزدیک ایستاده بینم که چخیل زیبازنی تاجیک تمامی ریسپوبلیکا با زبانی تاجیکیه همین خیل با تمامی خلق‌ها رسانده خدمتی سزاوار میکنن. به نهایت خرسندم که این همش خدمتی شوکت جان با فکرم این کس بسیار سندوست خودشون الکتریک انرژی فاکی دوشنبه تمام کردگی، لیکن وقتای آخر همین خیلی ما دین یک بزم داشتیم 30 نفر همون همسبق‌هایی که در دوشنبه تحصیل کردگی بودیم شوکت اومدن. حالا این کسی هیچ کس نمیگفت، گفتن که شوکت همراه خودشون یا یک سپورتسمن میبرن یا یک صنعتکار. همین فضل‌الدین که اومدن چون که در ازبکستان سپورت با صنعت یک جای شد و شوکت دوستی ما همین خیلی شخص معرفت پروری، همین خیلی یک آدمی میهمان دوستی خدمتکار هستن. فضل‌الدین آوردن، مراد خلکه پدرشون استاد بزرگ صنعت بودن. یک لحظه یادآوری میکنم، من اینجا حسن جان نورالله سرود خواندن و در یک توی وقتی که استاد مرادوف خدمت میکردن از استاد پدری فضل‌الدین مراد خلکه التماس کردن که شادروان یک سرود خوانید. یک سرود این کسی گوش کرده با خواهش که بزرگ استاد مرادوف 8 سرود خواندن. بعد اون کس گفتن که سمرقند با همین خیلی صنعتکارای بزرگ بودند و شما ما دعوت کردید. ما حیران شدیم. همین خیلی استاده گوش کردن در کار بها داده بودن جایشون جنت شود. من فرزند این کس همین خیلی حاضر دوره ما با اشتراک کرده خدمت کرده استادین. دوستان عزیز، در این شب هر چقدر سخنی زیاد گوییم میارزد، تا صبح سخن گوییم میارزد، چرا که مادر عزیز فرزندهای همین خیلی تربیه کرده و همین خیلی مرتبه های بلند رسوندند. باز یک چیز میگویم که ای خدا تعالی همین نیت ما همین خیلی عملی گردد. مادر صد و دران هیچ وقت جایشان خالی نشوند. همین خیلی مهمانای عزیز شوکت جان و فرقت جان و احمد جان حکیم همه‌شون و جشن مادر مبارک باشد. در این جشن دوستان عزیز مادری من هم اشتراک دارن. سین اون کس باز 85 رسید. خدا خواهد سال 2009 ما همین خیلی جشن کرده. جشن مادر ما در باز دوره دوستا همین خیلی آرزو داریم. برای دقتتان تشکر زیاد. همه ما با همین خیلی 80 با در آمدن 100 با در آمدن نصیب کند. من واقف جان این قسم صنعتکار حاضر یک دانگی همون کی برسد از کتاب استاد لایق شیرعلی مادرنامه دوره ها با تقسیم میکنن. با خدا خواهد کی به نرسدگی 100 سالگی به بیتون کتاب میگیرتون. با آرزوی نیک زندگی خوش کنیم. تشکر زیاد. تشکر زیاد. سلامت باشید. مثل ارتنکم من همیشه سخاوت پیشه مردان زیاد شوند، چون فرزند تاجیک مردان تاجیک همیشه با علم و هنر معرفت دنیا را به دست بالا گرفته است. من بالا سخن تبریک را باز یک از مهمانان عزیزمان معاون حاکمی ناحیه بایود ولایت سردریا کریم اکبر شکورov میدیم. مرحمت کریم اکبر بزرگ ulug' olamo Hazrati Mir Alisher Navoiy avlodosh, Hazrati Mirzo Bobur avlodosh, Hazrati Amir Temur avlodosh, Zulfiya Begim avlodosh. Xushomaditon, mana men Shavkat akaman. Zulfiya modarashona 80 so'lak shomman.
Hamuk amon peş buzurukho gap zadan. Aku vayho borim hon gap zadan. Juda qiyin in mas'uliyati kalom. Nega to iloya shudana harakat mekunib. Ham motomba az viloyati Sirdaryo nohi Bayovut ham motomba assalomu alaykum. Xush omaded oman hamin davrada. Hamin Zulfiya mo'min 80 Ramazon ako Shavkat shuma ba 1000 bor rahmat. Shuma farzandi burchitona vazifatoni ado kardid. Aki esini man o'zbeki megum. She'r ham kerak edi. Zulfiya mo'minimiz 80 yoshga kirgan ekanlar. Bular 20 dan yugurib, 30 dan o'tib, 40 da qirchillab, 50 da elanib, 60 dan oshib, 70 ga yetishib, 80 dan sakrab, 90 da to'qnashib, 100 yoshlarida hammamiz bir yig'ilib, 100 ko'rishlarni nasib aylasin. Aziz do'stlar, mana shu Zulfiya onamizni o'g'illariga, kelinlarga yana bir marta akam aytganda iltimos qilaman. Onaxonlarimizni asrash kerak. Onalar oyog'ida jannat deganlar. Men boya ozgina bir qog'oz qoralovdim. Ijozatlaringda shu she'rlarda o'qib bermoqchiman. Iltimos ozgina vaqtlaringni olmoqchiman azizlar. Sen ortimdan ta'ma toshin otmaganim, nomard azal mardlarga tik yo'liqmaydi. Alloh shohid, biling do'stlar, birodarlar, onalarni farishtalar qo'riqlaydi. Odam yashar, so'z yashaydi, armon degan, shu o'g'ildek bo'ldi asli sulton degan. Jon kerakmi? Jonim senga qurbon degan. Onalarni farishtalar qo'riqlaydi. Noni qattiq, mayli oshi yolg'on bo'lsin. Mardlar doim yurti uchun qalqon bo'lsin. Kim aytibdi? Sotqin kimlar, kaslar inson bo'lgan onalarni farishtalar qo'riqlaydi. Jonim onam, jonimning chashmasisan. Sen otamning oppoq sochi, ko'z qoshisan. Millatimning eng kaksasi, eng yoshisan. Onalarni farishtalar qo'riqlaydi. Biz bir emas, bizlar 100 ming, millionmiz. Biz millatmiz. Biz Temuriy Turkistonmiz. Bizlar ham hur tug'ilganmiz. Biz insonmiz. Onalarni farishtalar qo'riqlaydi. Endi ikkinchi she'rga Shavkat aka to'yiga bergan umr bu Allohning inomi. Nabiralar inson umrin davomi. Xush kunlarning sadosidir aslida. Yaxshilarga yaxshilarning salomi. Nabirasin qo'llaridan yetaklab, o'zi yurgan yo'llaridan yetaklab, gijinglagan tulporlarga mindirsin, haq yo'lida dillarida yetaklab. El dardidan ortarmikan o'zi hech, ortishga yetarmikan ko'zi hech. El dardiga joni fido insonni, qodir Xudo mushkulini oson yech. Nabirasin umrining xush navosi, armon otli shirin dardning davosi. Duo qiling har bir inson to'y qilsin, niyatiga yetsin Zulfiya momosi. من با دوره فضلالدین اکا شکروف را دعوت میکنم و چندین سرودهای دلانگیز را پیشکشی شما می نماییم و هر نفری که تحفه آوردن شوکت اکا می توانند با مادر عزیز سپرند. میرکریم شکروف میشنوید. خب حتما میرکریم اکا تحفتون بیمارو با مادر جان عزیز ما سپرید. تشکر زیاد. از ولایت سرداریا، از بایاوودی که ما خلق ما رفته زندگانی کردن، کلخوز ساختن، مکتب ساختن، خلق با تعلیم تربیت دادن. این که از معاون حاکم معنویت معرفت بوینچه حاکم معاونشان از ولایت سرخاندریا از بایاوود رایان آمدن. شما تبریک میکنند. مرحبا. میر کریم اکا شکر دعا کنید.
پیری به درد و بیغم شوید، پیری با عزت و با حرمت شوید. میوره ایوره چهوره دیده انا همین رزق دشمن بیان یولیق بینم توی تماشا کنیتون. مبارک. رحمت صد بدرتون صد بدرتون شما دید
پدران گرامی قدر، السلام علیکم. مادری مهربان، مادری مشفق، مادری برای ما ارزنده، زلفیه مادر، زلفیه خاله، امروز جشن و تنتنه شما است. امروز بخت و طرب شما است. در این طربگاه با نفوذ با شرف امروز 80 سالگی شما، فرزندان ارزنده شما جشن تشکیل کردند. مادر جان عزیز، این جشن و این سور و این خرسندی مبارک باشد. امروز شما در حقیقت آفتاب خاندانید، آفتاب خاندان اوزاقفا، آفتاب خاندان احتموفا. با شرف شما امروز بینید سلاله نامدار احتموفا بار دیگر نامور گردید. امروز این سلاله صاحب شجره خود گردید، شجره احتموفا، شجره اوزاقفا. با شرافت شما امروز صاحب کتاب گردید. امروز شما خورشید خاندان احتموفا و خورشید خاندان اوزاقفا هستید. به محابا امروز زمین و آسمان این خاندان هستید. زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر، جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر. در این دنیا که بیرحمی و بیعهدی است بنیادش، یگانه مهربانی من توی مادر، توی مادر. مادر مهربان، مادر نیکنام، شما را این بخت و تخت مبارک شود. من امروز در یاته نبیره ها، در یاته فرزندان، من هم خیلی مهمانان عزیز 80 سالگی جشنتان را گذرانده ایستاده اید. امروز شما جشن دارید، خرسندی دارید. من از نام تمام جماعی ژورنالیستان، روزنامه نگاران، ایجادکاران، از نام من آزاد جان که اینجا برای نشر این کتابی که به شرف شما و خاندان شما بود سهمگزار بودند، من شما را مبارکباد میگویم. همیشه خوش روز باشید. در جشن 100 سالگی شما باز همین خیلی مهمانان ارزنده جمع آیند و خرسندی کنیم، شادی کنیم. شما را بار دیگر بخت آمد یار شود. شرافت اپا، شرافت امروز بیایید به جشن مادر از مادرنامه لایق، از همون دور جوانی مادر را یاد کرده، از بیت های عاشقانه هم باشد. همین خیلی تکلیف شد که یک بیت برک شود. بیایید با احترام مادر، با احترام همین جا نشستگان چند بیت ها را قرائت کنیم و اینجا نشستگان را بالیده خاطر کنیم. بیایید بیت برک را اول از مادرنامه آغاز کنیم. صد جان و دل فدایی، یک مدعای مادر، فتح و کشایی شارد دستی دعای مادر. فرزندهای نیکش کیهان کشایی کردند، 100 بارها شنیده حرف رضای مادر. در آن ساعت که دلگیرم، کجای مادری پیرم، بیا بین ما تدبیرم که در گرداب تقدیرم. دلم خواهد نوازش های تو را مادر، سرم خواهد نوازش های تو را مادر. در آن ساعت که دلگیرم، کجای مادری پیرم. جنت که رضای ما در آن است، در زیر قدوم مادران است. در مهر بود با آن برابر، هزاران کس جوابم داد و گفتند بله توانا بود مهر مادر. من از خاک پای تو بالین کنم، با فرمانت آرایشی دین کنم. ز تو چشم اهریمنان دور باد، همیشه دلت خانه سور باد. خون گریسته ترک عادت می کنم، طاق مانده باز طاقت می کنم. تا کنون دل را فلج کردم ز عشق، بعد از این او را طبابت می کنم. پیشگر از من شکایت داشت دل، من کنون از دل شکایت می کنم. گر این قصدم بدتر باشد ز مرگ، من کنون ترکی محبت می کنم. گر من ز محبتت بمیرم، دامن و قیامتت نگیرم. از دنیا و آخرت گزیر است و صحبت دوست ناگزیرم. ای محتسب از جوان چی خواهی؟ من توبه نمی کنم که پیرم. روز تو کمان ابروانت می بوسم و گو بزن به تیرم. مرا از من
که با تو می رود غمهای شیرینم. مرا از من که با تو می رد دنیای رنگینم. تو با من تا هستی غم مخور از عشق، مرا از من که با تو می رود دنیای رنگینم. در عشق تویم نصیحت و پند چه سود، زهراب چشیدم مرا قند چه سود. گویم مرا که بند بر پاش زنید، دیوانه دل است بند بر پام چه سود. با کجا روم زی دردت، چه دوا کنم چه چاره. هزار بار خون شد جگری هزار پاره. منم و ز عشق درده که اگر به کس گویم، به خدا که نرم گردد دل سخت سنگ خاره.